سلام دوستان، حسین دیانی هستم. امیدوارم حال همگی عالی باشه. امروز میخوام راجع به قاعده همسویی صحبت کنم. حتما همه ما شنیدیم که میگن جهت روند معامله کن. حالا این جمله به چه معنی هستش و چطور باید این کار رو انجام بدیم قراره راجع بهش صحبت کنیم. وقتی که ما بخوایم معامله رو انجام بدیم باید 3 تایم فریم رو برای معامله اون در نظر بگیریم. یکی تایم مادرمون هستش که تایم فریم بالامون هستش، یکی تایم فریم میانی و یکی دیگه تایم پایین که ما محدوده یا بلاکمون رو برای معامله در نظر میگیریم. حالا چطور باید از این 3 تایم فریم استفاده کنیم؟ این قاعده رو من با 3 تایم فریم هفتگی و روزانه و 4 ساعته مثال میزنم. فرض میکنیم تایم فریم هفتگی ما سوری هستش و تایم فریم روزانه و 4 ساعته ما هم سوری هستش و سقف و کف‌های بالاتری رو تشکیل داده. تا زمانی که این 3 تایم فریم به این بلاک عرضه هفتگی برخورد نکردن، ما میتونیم روی این بلاک‌های تقاضای 4 ساعته وارد پوزیشن بای بشیم، به سمت بالا با قیمت همراهی کنیم. به علت اینکه همجهت و همسو با تایم های بالاترمون هستش. اما اگر به بلاک عرضه هفتگی برخورد کنه، به این بلاک دیگه ما نمیتونیم توی این بلاک های 4 ساعته به صورت تهاجمی وارد بشیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که برخورد کرده به ناحیه تایم بالاترمون و هر لحظه احتمال چرخش بازار وجود داره. امکان داره که این بلاک ها عمل کنه و از این بلاک به سمت بالا دوباره حرکت کنه، اما با توجه به این که به تایم بالاتر برخورد کرده یه مقدار ریسکش زیاده و اگر بخوایم این ریسک رو بپذیریم باید حداقل با تاییدیه وارد بشیم. اما عاقلانه ترین کار اینه که از پوزیشن بای دیگه استفاده نکنیم. نکته دیگه که باید مد نظر قرار بدیم، بلاک هایی که ما توی 4 ساعته میخوایم به صورت تهاجمی وارد بشیم باید شرایط اوردر بلاک خوب رو داشته باشه. یعنی هر بلاک رو ما مد نظر قرار نمیدیم. راجع به شرایط اوردر بلاک خوب هم تو ویدیوهای قبلی به صورت کامل و مفصل توضیح داده شده. پس تا اینجای کار ما متوجه شدیم که تا زمانی که تمامی تایم فریم ما سودی هستن و به بلاک تایم مادر برخورد نکردن میتونیم بای بگیریم به صورت تهاجمی. اما زمانی که برخورد کنه به بلاک تایم مادر، از اون به بعد باید یا منتظر شکست سقف باشیم که با بدنه و پرقدرت بریک کنه و تاییدیه لازم رو بگیریم و بگیم که قیمت میخواد به سمت نواحی عرضه هفتگی بالاتر حرکت کنه. یا باید منتظر شکست سقف باشیم یا اینکه دنبال تغییر ساختار توی تایم های پایین تر باشیم که بگیم اصلاح هفتگی شروع شده و احتمالاً ما نزول قیمتی رو داریم که بتونیم وارد پوزیشن سل بشیم، به سمت پایین با قیمت همراهی کنیم. به این صورت که یا قیمت اینجا رو پرقدرت میشکنه و به سمت بالا حرکت میکنه، باز هم ما میتونیم توی نواحی 4 ساعته وارد پوزیشن بای بشیم، به سمت بالا با قیمت همراهی کنیم، چرا که همچنان روند هفتگی و روزانه ما سوری هستش. یا اینکه صبر کنیم ببینیم که توی این ناحیه قیمت تغییر ساختار داده و از فاز سودی خودش خارج شده توی تایم فریم 4 ساعته و احتمال اصلاح قیمت رو بدیم که از اون به بعد میتونیم وارد پوزیشن سل بشیم، به سمت پایین با قیمت همراهی کنیم. پس توی این ناحیه ما 2 تا کار میتونیم انجام بدیم.
یا صبر کنیم قیمت این صف رو پرقدرت بریک کنه و همچنان به سمت بالا با قیمت همراهی کنیم، یا اینکه اگر تغییر ساختار توی تایم فریم 4 ساعته رو دیدیم انتظار اصلاح قیمتی رو داشته باشیم. حالا احتمال داره این اصلاح قیمتی تا اولین بلاک روزانه باشه یا اینکه بخواد به سمت پایین و به سمت بلاک تقاضای هفتگی حرکت کنه که اینو ما تو ادامه روند متوجه میشیم و هر زمان دوباره تغییر ساختار رو دیدیم که به سمت بالا حرکت کرد میتونیم وارد پوزیشن بای بشیم، به سمت بالا حرکت کنیم. اما یه زمانایی هم هستش که قیمت قبل از این که به این بلاک عرضه هفتگی برخورد کنه توی تایم فریم پایینتر ما تغییر ساختار میبینیم. یعنی این تغییر ساختار رو ما قبل از این که برسه به این بلاک عرضه هفتگی میبینیم توی تایم فریم 4 ساعته. اینجا دیگه ما نمیتونیم از این بلاک های تقاضای 4 ساعته استفاده کنیم، چون که ما احتمال اصلاح روزانه یا هفتگی رو میتونیم از این ناحیه بدیم و اگر بخوام دوباره به سمت بالا بای بگیریم باید بلاک های 4 ساعته‌ای که داخل ناحیه روزانه هست رو مد نظر قرار بدیم، به خاطر اینکه همچنان تایم هفتگی و روزانه ما صعودی هستش اما تایم فریم 4 ساعته ما یا پایین ما نزولی شده. یعنی اگر ما اینجا تغییر ساختار رو ببینیم دیگه این بلاک برای ما ارزشی نداره. اگر بخوایم توی این ناحیه وارد بشیم دیگه نمیتونیم به صورت تهاجمی وارد بشیم، چرا که قیمت خودش با تغییر ساختار به این بلاک 4 ساعته رسیده و اگر بخوایم وارد بشیم باید با ریسک کم و با تاییدیه وارد بشیم. اما اگر بخوایم به صورت مطمئن تر وارد بشیم باید بلاک های 4 ساعته‌ای که داخل این بلاک روزانه ما هستش رو مد نظر قرار بدیم و از اینجا میتونیم به صورت تهاجمی وارد بشیم، به سمت بالا با قیمت همراهی کنیم. اما بلاک های 4 ساعته تنها برای ما ریسک زیادی به همراه داره. به همین ترتیب اگر توی تایم فریم روزانه هم ما تغییر ساختار رو ببینیم و با تغییر ساختار قیمت به این بلاک روزانه ما برسه ما توی تایم فریم روزانه هم مجاز نیستیم که توی این نواحی به صورت تهاجمی وارد پوزیشن بای بشیم. دلیلش هم اینه که زمانی که قیمت توی تایم فریم های بالاتر بخواد وارد فاز اصلاحی بشه از تایم فریم های پایینتر تغییر ساختار رو میده. یعنی این اولین نشونه ها هستش که قیمت میخواد وارد فاز اصلاح هفتگی بشه. هر احتمالی وجود داره، احتمال این هستش که قیمت دوباره از اینجا به سمت بالا حرکت کنه، اما چیزی که هستش ما طبق شرایطی که وجود داره، طبق چیزهایی که توی چارت میبینیم این احتمال رو قوی تر میبینیم که قیمت بخواد وارد فاز اصلاح هفتگی بشه و فقط زمانی ما میتونیم روی پوزیشن های بای اطمینان بیشتری داشته باشیم بعد از اینکه تایم فریم روزانه ما نزولی شد که قیمت برسه به بلاک تقاضای هفتگی. از این ناحیه است که ما میتونیم مطمئن تر باشیم که این هم خودش زمان زیاد میبره تا اینجا برسه. اما چیزی که ما میدونیم اینه که وقتی ما تغییر ساختار رو ببینیم و بدونیم که حرکت قیمت نزولی شده وارد پوزیشن سل میشیم، با قیمت به سمت پایین تا این ناحیه همراهی میکنیم. شاید هم به این ناحیه نرسه و قیمت اینجا پایان اصلاحش باشه توی این ناحیه و از اینجا به سمت بالا حرکت کنه. ما حال حاضر بازار رو نگاه میکنیم. بازار احتمالات هستش و هر اتفاقی ممکنه بیفته. احتمال داره اینجا تغییر ساختار اتفاق بیفته و از اینجا به سمت بالا حرکت کنه. ما هر لحظه حال حاضر بازار رو میبینیم و طبق شرایط موجود تصمیم گیری میکنیم
و احتمالات بیشتر رو در نظر میگیریم. چیزی که میبینیم و تصمیم گیری میکنیم، نه چیزی که میخواییم. شاید من انتظار داشته باشم که قیمت تا این ناحیه اصلاح قیمتی انجام بده، اما قیمت بعد از یه اصلاح قیمتی و هانت این ناحیه به سمت بالا حرکت کنه. پس در هر صورت ما قدم به قدم با خود بازار پیش میریم. نکته دیگه هم که هستش اینه که ما میتونیم توی این نواحی هم وارد پوزیشن بای بشیم. چرا؟ چون که قیمت به صورت خط صاف بالا یا پایین حرکت نمیکنه. ما میتونیم زمانی که قیمت رسید به این بلاک های تقاضای روزانه انتظار اصلاح روزانه شو داشته باشیم. میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت یه حرکت رو به بالایی داشته باشه و بعد دوباره به حرکت نزولی خودش ادامه بده اگر بخواد به سمت پایین حرکت کنه. چون که قیمت به صورت خط صاف به سمت پایین یا بالا حرکت نمیکنه و به صورت زیگزاگی هستش. اما انتظاری که ما داریم اینه که انتظار اصلاح روزانه ازش داشته باشیم، نه اینکه از این ناحیه انتظار اصلاح هفتگی داشته باشیم. یعنی دوباره زمانی که قیمت میرسه به این بلاک روزانه ای ما، اگر ما توی این ناحیه تاییدیه لازم رو گرفتیم میتونیم انتظار اصلاح روزانه ازش داشته باشیم به سمت بالا. در مرحله اول منظورم اینه که ما میتونیم انتظار اصلاح روزانه ازش داشته باشیم. اما اگر دیدیم قیمت اصلاح روزانهش تموم شد و دوباره به حرکت روزانه خودش ادامه داده، ما میتونیم دوباره باهاش به سمت بالا حرکت کنیم. اما تو وهله اول ما انتظار اصلاح روزانه رو داریم به خاطر اینکه تایم 4 ساعته و روزانه ما نزولی شده، اما تایم هفتگی ما صعودیه. وقتی که دو تا تایم فریم نزولی میشن این احتمال رو قوی تر میکنه که تایم بالاتر هم بخواد نزولی شه. پس تو وهله اول ما انتظار اصلاح روزانه رو از این ناحیه ها میتونیم داشته باشیم. بهتره که توی این نواحی با تاییدیه وارد بشیم و به صورت تهاجمی وارد نشیم. همین مسائل و همین شرایط هم توی بازارهای نزولی و توی نزول قیمت هم میشه ازش استفاده کرد. حالا ما به خاطر اینکه فیلم کوتاه‌تر باشه فقط صعودش رو گفتیم، اما همینها برای نزول هم صدق میکنه. حالا یکی هستش که میگه این تایم ها بالا هستن و من تایم پایین کار میکنم. ما این تایم فریم ها رو به صورت کلی گفتیم. شما میتونید با تایم های 1 ساعته، 15 دقیقه و 5 دقیقه طبق این روش پیش برید و اینا بستگی به روحیات خودتون داره و چیزهای کاملا شخصی هستن. پس اگر بخوایم یه جنبندی کلی داشته باشیم از این مبحث قاعده همسویی، زمانی که هفتگی، روزانه و 4 ساعته صعودی هستن و هنوز قیمت به این بلاک عرضه هفتگی برخورد نکرده، ما تو بلاک های 4 ساعته میتونیم به صورت تهاجمی وارد بشیم. اما اگر قیمت برخورد کنه به بلاک تایم مادرمون، دیگه این بلاک های 4 ساعته برای ما ارزشی ندارن و فقط باید دنبال شکست سقف هفتگی برای ادامه صعود یا تغییر ساختار توی تایم های پایین تر برای اصلاح قیمتی و نزول قیمتی باشیم. و مبحث دیگه ای که بود اینه که اگر قیمت قبل از این که برخورد کنه به بلاک تایم مادر با تغییر ساختار تایم پایین به سمت پایین حرکت کنه، این بلاک های 4 ساعته دیگه برای ما ارزشی ندارن و بلاک تایم میانی مد نظر قرار میگیره. و اگر تایم میانی ما هم با تغییر ساختار به بلاک مورد نظر برسه، اون هم دیگه ارزشی نداره و باید صبر کنیم تا به بلاک تقاضای تایم بالامون برسه.
خب دوستان، این بود مبحث قاعده همسویی و اینکه چطور باید جهت روند معامله کنیم. این مبحث یه مقدار جاش پیچیده هستش و با چند بار دیدن و تمرین و تکرار به خوبی حل میشه. امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونید استفاده لازم رو ازش ببرید. و از اینکه با لایک و سابسکرایبتون از من حمایت میکنید ممنونم. موفق و پرسود باشید.